اومدیم ویدیو بگیریم با مردم، هیچکی با ما همکاری نکرد. یعنی هی گفتیم بیا، یکی گفت آقا من نمیخوام صورتم معلوم شه، یکی گفت برو گم شو، تو چی میگی، تو کی هستی؟ بعد بدتر از اون اولین ویدیومونه، مثلا سامپلی هم نداریم به طرف نشون بدیم بگیم آقا این ویدیو ما. جالب‌تر از این هیچ کم ما رو نشناخت. آره عجیب، شهر عجیبی شد. شاید به خاطر اولین ویدیومونه. حالا چرا با ما همکاری نکردن به نظرت؟ یکی میترسه، یکی واقعیتش نه اولشه 4-5 تا پسریم، شاید به خاطر این باشه. 5 تا پسر الان که من و تو این فقط خودمون 5 فیلم مردم. آقا فیلم مردم با شما. خب بله. یکی دوست نداشت صورتش معلوم شه، یکی ترسید از قیافه من، یکی هم دیگه دوست نداشت بیاد. نه قیافت خوبه. نه اون که میدونم خوبه، اون ترسید. حالا مشکل خودش من رفتی ندارم. حالا در انتظاریم که یکی پیدا شه دیگه. نه ولش کن، یکیو خودمون ویدیو رو ادامه میدیم. خودمون ادامه بدیم. آره خب موضوع بحثمون اینه که آقا نه موضوع بحثمون من چند تا موضوع داشتم. یکی کارما بود، یکی شخصیت مثلا آدمای مثلا میگن مهر ماهی، تیر ماهی، روز تولد ارتباطش باشه. ببینیم چقدر اعتقاد دارن به این قضیه. بعد دیگه یه سری موضوعات هم خیلی دیگه الان زیاد شده راجع به روابط دختر و پسر و موضوعات کاپلی و اینا رو دیگه ما بیخیال شدیم. ولی خب خود کارما بحث جالبی میتونه باشه. بله کارما دیگه کسی نیست، مجبوریم خودمون صحبت کنیم دیگه. آقای شاکر بفرمایید. محمد شاکر هستم، ایرج ثروتی هستم. بفرمایید. به نظرت کارما وجود داره؟ کارما خب چرا؟ راحت باش. من راحتم. به نظر من کارما اونجوری که میگن، اونجوری که باورشونه وجود نداره. ولی خب یعنی من یه سری چیزای منطقی تر ازش راجبش فکر کردم. خب کارما اصلا یعنی چی؟ تو بگو کارما یعنی چی؟ میگن کارما خوبی کنی خوبی میبینی، بدی کنی بدی میبینی. خب ولی من میگم نمیبینی. یه طوری میشه که نه واسه زود داری وارد بحث میشه. فهمیدم چی میخوای بگی. نه ببین نه. درسته، میگن اگه کار خوبی کنی بهت برمیگرده، خب صورت خوبی، کار بدی هم کنی برنمیگرده. خیلی هم مصرن که میگن برمیگرده، یه سری هم میگن برده. آقای یه استادی داشتیم میشناسید دیگه، دکتر صادق خدامرادی، میگفت که کارما بیشتر آرزوی بشره. یعنی میگفت نه قشنگه. اصلا میگفت ما دلمون رو خوش کردیم به این چیزا. میگفت کارما بیشتر از این که واقعیت داشته باشه آرزوی بشره. ما آرمان شهرمون اینه که یه همچین اتفاقی باشه، همه به سزای اعمالشون برسن. بعد آخرش هم میگفت حالا همین درست ما که میدونیم الکیه، ولی بذار مردم به همین بهانه هم که شده شاید یه ذره درست‌تر زندگی کنن، کار بد کمتر بود. نه بیشتر از این که شما خوبی کنی خوبی میبینی یا بدی کنی بدی میبینی، شما خوبی کنی یه نطفه‌ای از خوبی درون شما رشد میکنه، بدی کنی یه نطفه بدی در درون شما رشد میکنه. اون بدی اول آخر به شما ضربه‌شو میزنه، اون خوبی هم قطعا خیرشو از لحاظ روانی به شما میرسه. من به اینش باورم. البته ببین بذار علمی بحث کنیم، استثناء هم داره دیگه. تو میگی که طرف یه کار بدی میکنه چون خودش مولد اون حرکت بد بوده، چون خودش بد شده انگار خودشو میزنه بعداً. یه همچین چیزی میگی دیگه. نه خودشو نمیزنه که، اون بدیه در اون شکل میگیره. مثل اولین باری که کسی دزدی میکنه دیگه راهش باز میشه، از فردا راحت‌تر دزدی میکنه. کسی هم که کمک میکنه دیگه راهش باز میشه، از فردا راحت‌تر کمک میکنه. این باشه. ولی خب ببین یه سری آدما رو داریم مثل ضد اجتماعی‌ها، خب اختلالات شخصیت. خب ببین اینا اصلا همچین احساساتی توشون نیست. نه نیست. میگه که اصلا وجدان اینا یه خیلی سطح صافیه، اصلا از این احساسا ندارن. عذاب وجدان بخواد بگیره اذیت بشه یا حس بد توش باشه. یکی میگفت خیلی حرف جالب زد، میگفت بعد یه پژوهشی بوده، کجا بوده، دیدن منظره واسه فردی که آنتی سوشیال بوده
با دیدن بریدن سر یه آدم زیاد تفاوتی نداشته به لحاظ اصلا تفاوتی نداشته شناختی. یعنی یه آدم عادی که با این منظره خوشحال میشه، ولی خب اون آنتی سوشاله با بریدن سر اون حالا آدم ممکنه خوشحال نشه ولی بی تفاوته. حالا اینا رو میذاریم کنار، ما مثالمون مثال آدم سالمه، ولی تو یعنی میگی که چون یه کار بدی میکنه نطفه بدی توش کاشته میشه، خودش اذیت میکنه؟ اصلا ناخودآگاه این اتفاق واسش میفته دیگه، طرف اذیت میشه. الان همین که آنتی سوشیالی که داری میگی، من زیاد باهاشون راجبشون شاید خونده باشم، خیلی مسائل هم خونده باشم، ولی تا حالا باهاشون راجب اینجور مسائل صحبت نکردم. ولی میتونه این نظریه که من دارم، شاید عقیدم، میتونه این باشه که طرف هیچ وقت شاید عاشق نشه، شاید اصلا همین عذابش بده، بگه چرا من اصلا نمیتونم با کسی باشم. همین دیگه، تو هم داری حرف اونا رو میزنی. مگه قراره اصلا ببین میدونی ریشش کجاست؟ ریشش اینه که مردم دوست دارن یه عدالتی باشه. خب که همه چی رو به روال باشه، همه چی اوکی باشه. تو هم الان داری بر اون مبنا میگی. اصلا قرار نیست که هم این آنتی سوشاله به قول تو مثلا عاشق نشه، اینم خودش یه عذاب فلانه. خب آره میتونه باشه. اصلا قرار نیست که حتما عذابی باشه، منظورم اینه. و یه آدم میتونه بدترین کارا رو بکنه، بهترین زندگی رو هم داشته باشه. الان من یه سوال دارم، هیچ وقت هم پاشو نخوره. اون کسی که آنتی سوشیاله، خب یا مثلا اصلا آنتی سوشیال کارو ندارم، کلا میگم، اصلا کلا منم همینو دارم میگم. آدم بدون خلأ داریم، یکی خلأ عاطفی داره، یکی کمبودیشو داره، یکی مثلا یه جاهایی یه چیزی بهش نرسیده. درسته. خب همه اینا هست دیگه. اون خلأ حس میشه. حالا چون شما آنتی سوشیال میخوای باشی، آدم ظالمی میخوای باشی، خب اون خلأ حس میشه، فرقی نمیکنه که. خب این هم خب شاید با دیدن روابط دیگران ذهن طرف اینجوری نباشه که مثلا تو ذهن تو بدی یه چیزه، خب تو ذهن من یه چیز دیگه. خب الان من به نظر خودم الان مثلا یه کاری ولی در حق تو بکنم، خب به قول تو میگی من درونم سیاه میشه دیگه، اون سیاهیه میگی منو اذیت میکنه. آره. شاید اصلا به نظر اون آدم اشکالی نداشته باشه، کار بد بعد و یه جوری جامعه به ما میگه دیگه، ما خودمون که نمیدونیم کار بد و خوبه. بذار یه ذره شخصیش کنم، خودت تا حالا کار بدی کردی که مثلا چوبشو بخوری؟ نه ولی خیلی دوست داشتم بکنم. چقدر تو آدم خوبی هستی. ولی من کار بد زیاد کردم. خوش به حالت واقعا. چوبشو نخوردم میدونی؟ یه جوری اون من تو رو میشناسم، تو چوبشو نخوردی واقعا؟ چه چوبی خوردم؟ این همه داری فلش بک میزنی به گذشته، این همه اعصابتو خورد میکنه، اینا چوب نیست میخوره تو سرت. همینو میگم دیگه، میگم خودمو اذیت میکنه. و قراره کی خودتو اذیت کنه؟ تو دقیقاً صحبت تو هم همینه. میگه آقا قرار نیست کسی تو رو اذیت کنه، کسی از بیرون نمیاد دهن شما رو سرویس کنه. آفرین. یه چیز درونی داره، گفتم اولش درونی رشد میکنه، اصلا میزنه بیرون، خودت حسش میکنی اصلا. ولی همه نه دیگه، همه نه. میگم که تاکید کنیم که همین جوری نیست. میگن از سیگار شروع میشه. آره چقدر باور داری؟ خیلی خب واقعا از سیگار شروع میشه دیگه. همه مثلا شاید بگم قلیون میگی، خب حالا مواردی هم هست میگی طرفی از کمترین حالت شروع میشه، ولی اصلا اینجوری بگیم قشنگ‌تره. چیز تصور میکنه اونو میکشه هی پیش. من میگم از کمترین حالت شروع میشه، درسته؟ خب از این طرف هم بیا کمترین حالتش رو حساب. طرف میره مثلا یه بار از جیب باباش پول برمی‌داره، دومین بار میره از جیب یکی دیگه پول برمی‌داره. اشکالی داره از جیب بابات پول برداشتی؟ نه واقعا هیچ اشکالی نداره، ولی من خب میگم دیگه تا حالا این کارو نکردم. بعد اصلا میگم میخوام از همینجا شروع کنم. فرداش میگم اینه یک کفتره خوشگله تو مثلا خونه یکیه، میره اونو برمی‌داره. خب میبینی همینجوری این گسترش پیدا میکنه بدون اینکه طرف بفهم. آخرش به خودش میاد میبینه شده دزد، اگر تازه به خودش بیاد. البته فرق داره، یعنی کارما گرفتتش دزد شد؟ نه اصلا ربطی به کارما نداره. کارما اون حس درونیه که تو داری. تو اصلا شاید انقدر قدرتمند باشی به اون کارما اصلا اهمیتی نداره. آفرین. یه کسی میگه بابا من اصلا دهن همه رو سرویس میکنم. حقم هست. واقعا هم چیش نمیشه. به خدا این چیزایی که میگن همه چی تو اون داره، همه چی دست خودته. حالا فکر کنم میگه دست خداه. نه همه چی دست خودت.
نه همه چی دست خودمون نیست. نه واقعا همه چی دست خودته. همه چی بستگی به اون برداشتی داره که تو از یه اتفاق میکنی. من از اون برداشت این گربه رو آره بالا من از دزدی که تو میکنی خب شاید خوشحال باشم. خب من دزدی کنم؟ آره من یه دزدی رو میبینم میگم دمش کم تونست بره دزدی کنه، اصلا بهم کیف میده. یکی از اون طرف میبینتت میگه اوه داره دزدی میکنه، وای 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 وای. یعنی تو تحسین میکنی اون گن زد تو مسابقه. گن چرا خیلی باحاله. اینم میگیری گوگلی خیلی کوچولوئه. گوگلی الان من دوستم اینو پرتش کنم پایین ولی خب دلم نمیاد. خاک چرا خاک چرا واقعا سلوک داریم مریضی. نه خب نمیتونم دیگه، نمیخوام این کارو. نه جدی. ولی حالا ولش کن، به حاشیه زیاد رفتیم. الان توی یه جمله الان مردم فکر میکنن، حالا همه که نه ولی خیلی الان زیاد شده، هی میگن کارماش میگیرتت، کارماشو پس میدی، از کارماش ترسیدن. خب به نظرت این داستانش هست یا نه؟ توی کمی میگیره، در آینده میگیره، یعنی شاید رو به بهبودی بریم. دیدی گیاهخواریو استارتش خورده، یعنی بابا استارت گیاهخواری که داره همه گیر میشه. آفرین دیگه. استارت گیاهخواری با چند نفر خورد؟ چه میدونم من اطلاع اقلیت خورد، همه گوشتخوار بودن. نمه گیاهخواری رواج پیدا کرد، درسته؟ احتمالاً میگم اطلاعی ندارم. 100 سال آینده احتمالش نمیدی همه گیاهخوار بشن؟ یعنی همه به دار و دسته گیاهخواری ملحق بشن؟ از نوادگان من که نه جدی میگم. نمیدونم، بحث قاطی نکن. نه میخوام به یه چیزی برسم. میگم شما با اقلیت خب میتونی به اکثریت برسی. یعنی یه دونه جنبش را میفته خب مثل جنبش گیاهخواری. خب درسته، از خیلی بابت هم ثابت شده است. نه خب الان به خاطر موادی که از گیاه گرفته میشه خب غذاهای متنوعی داره میاد، مثل همبرگر با گوشت درست میشد، الان داره با سویا درست میشه. آخه نه من اگه تنوع غذاهایی که از گیاهخواری میاد بره بالاتر، قطعاً گوشتخواری از بین میره. به کارما چه؟ همینو دارم میگم. وقتی یه جنبش کوچیکی از یه کارما به وجود میاد همه گیر میشه. زیاده. خب اولش کوچیکه. من دارم میگم اولش کوچیک بوده. من دارم میگم چند سال کارما رو میشناسی؟ من یادم نیست. چند ساله؟ خب یه حدود بگو. 10 سال چه میدونم. 10 سال واقعا کارما رو داری میشناسی؟ من آره اولین بار توی سخنرانی دکتر شاهین فرهنگ توی سمینار موفقیت تو اصفهان داشت. اونو داشتم وایساشو گوش میدادم، اولین بار اونجا شنیدم. خب فکر کنم اون موقع 18 سالم بود، الان دیگه 10 سال 11 سالی گذشت. خب اونجا میومد گفت چند تا قانون داریم، کارما و دارما، اومد اونا رو توضیح داد. ولی خب همون موقع اون موقع بچه بودم، نمیدونستم، فکر می‌کردم که واقعا آره یه همچین چیزی هست، ولی الان واقعا دارم می‌بینم اصلا اینجوری نیست. ممکنه یه آدمی شاهین صمدپور اینو میگفت، خیلی حرف جالبی زد، میشناسیش که بله گفت ممکنه یکی 1000 تا خونه بسازه واسه مردم، دیوار بریزه رو سر خوش بمیره. آره درست. کارما خوب است. درست. اصلا تو داری راجع به کارما حرف میزنی یا درست و غلط؟ اینو مشخص داری گسترش میدی. من گفتم نه، من دارم میگم کارما یه چیزه، اصلا کاری با درست و غلطش نداریم ما. تو داری راجع به عقاید مردم صحبت میکنی. خب من میگم کارما یه جنبش کوچیکی بوده که از یه جایی شروع شده، الان گسترش پیدا کرده. چند نفر میرن راجبش تحقیق کنن ببینم واقعا کارما هست یا نیست؟ چند تا آدم مثل تو میرن راجبش تحقیق میکنن بعد به یه نتیجه میرسن که کارما آقا اصلا وجود نداره، غلطه؟ من واقعیت تحقیق خاصی هم نکردم، ولی خب این چیزی که از اساتید شنیدم خب میگم نه، این یه دلخوشیه. همون صحبت خدا مرادی، آدما دوست دارن که کارما باشه، پس میشه.
در آینده انقدر این کارما تکرار میشه، انقدر میگن کارما میگیرتت. حالا نمیدونم دوره اگه چیز مشکل داشت بوق بذار روش یا هر چیزی، مثل جهنم و بهشت میمونه. انقدر گفتن جهنم، شما الان از جهنم میترسی بحثش پیش میاد. جهنم وجود داره. آره مگه شک داری؟ سیاسی نه سیاسیش نمیکنم. خب بعضیا اصلا نمیدونن تو جهنم چه اتفاقی میفته، تو بهشت چه اتفاقی میفته، خب ولی از اسم جهنم میترسن. کارما هم دقیقا همینجوری میشه، همه از اسمش میترسن. کارما منطقی تر از بهشت و جهنم. آره خب لااقل یه چیز بحث علمی این وسط داره. نه یه چیزی بگم تمومش کنیم دیگه. کلا خب من دارم به شما بعید میدونم به این راحتی. من دارم میگم انقدر اگر کارما تکرار بشه، خیلی‌ها نمیدونن و با اعتقاد 100% میان به یه آدمی میگن کارما وجود داره. اون آگاهی نداره، اون تفکر نقاد نداره، اصلا نمیدونه اون چی میگه. ولی حرفش گیراه که کلامش میگیره، چون با اطمینان کامل داره میگه 100%. هی گسترشش میده. این هی گسترش پیدا میکنه. طرف میگه لابد حتما این یه چیزی میدونه که داره میگه کارما وجود داره دیگه. شاید 100 سال دیگه بهشت و جهنمی وجود نشه باشه، ولی کارما وجود داشته باشه. آره ممکنه. یعنی کارما میاد جای جهنم میگیره، کارما میاد جای بهشت میگیره. حالا بچه‌ها اگه کسی حاضر بیاد با ما راجع به کارما صحبت کنه، اگه به نظرش واقعا وجود داره، آره اگه نظری چیزی داره بیاد صحبت ما هیچ که پیدا نکردیم میشیم صحبت کنیم، باز به این نتیجه میرسیم. آقای شاکر خسته نباشید. درود بر شما.